امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت‌های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون طور هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آرومبک زاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردند، یعنی راه‌های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید می‌کند و در عین زمان راه‌های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت‌های تاریخی نیز نشان داده می‌شود و آماده کرده می‌شود، زیرا طی چند ده سال‌های آخر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت‌های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه‌های تاریخی تا کتاب‌های نادر تا دستخط‌های شرقی و خارج با راه‌های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت‌های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت‌های تاریخی به خارج کشور برده می‌شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت‌های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می‌شد که تنها من بعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می‌شد و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می‌شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شاه منصور در سوری ناحیه شاه منصور صورت گرفت، یکی از شهروند روسیه که می‌خواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال داد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در عین زمان تاجیکستان طی این چند سال اخیر از مقامات بریتانیا برای ثروت‌های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کاپیا یعنی که نسخه های این ثروت‌های مهم گنج امودریا را به اختیار تاجیکستان داد و تمام.